بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در تفسیر نور به خدمت شما هستم. سلسله درس‌هایی را بگرفتیم در تفسیر سوره مبارکه البقره. آیات 23 24 و 25 را در آخرین درس بگرفتیم و دانستیم که خداوند عزوجل در این آیات به اثبات نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین به اثبات حقانیت قرآن کریم پرداخت. در این درس به حول قوه الهی به مبحث جدیدی میپردازیم، آیات 26 و 27 از این سوره مبارکه. این سوره یک مثال قرآنی دیگر هست که خداوند عزوجل از عالم حشرات میزنه، هرچند که شاید در دیدگاه خیلی از ما دیگرها این مثال بسیار ناچیز و حقیر باشه، اما خداوند عزوجل در دنیای پهناورش و جهان آفرینشش هیچ چیز به حکمت و خالی از سر و اسرار نیست، و لذا آنچه که مهم است اینه که ما از این ضرب المثل ها درس عبرت و زندگی بیاموزیم. همچنان که در قبل مثالهایی را از انسانهایی که در کفر و نفاقشان حیران بودند و آن مثالهای آتشین و آبین را که در قرآن کریم گذشت از انسانها زدند، در قرآن بارها این مثالها میاد از عالم حیوانات و پرندگان و موجودات دیگر، و امروز مثال دیگر از عالم حشرات. با تلاوتی زیبا میریم این آیات را میشنویم و سپس به محورهای اساسی درس، تفکیک کلمات، شرح معانی اونها و همچنین شرح و بسط معنا و مفهومی تفسیر انشاءالله در این آیات میپردازیم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. درس امروزمون حول حوش آیه 26 و 27 سوره مبارکه البقره است. این آیه همچنان که شنیدید از آیه مبارکه شروع میشه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الى آخر آیه، ما بعد که خداوند فرمود و اولئک هم الخاسرون. این دو آیه را ما امروز پی میگیریم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، خداوند عزوجل میخواد
در این دعایه یک مفهوم کلی را به ذهن شنوندگان برسونه، اون این که جهان هستی با تمام موجوداتش ملک خداست و همه خواسته یا ناخواسته در سیطره قانون و اراده تکوینی او تعالی هستند. آنچنان که خداوند عزوجل در سوره آل عمران می‌فرماید افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا غیر از دین خدایی را طلب می‌کنند در حالی که هر آنچه در آسمان ها و زمین است همه خواسته یا ناخواسته مطیع اوامر او هستند؟ یعنی اون چی که خداوند بخواد و آنطور که خداوند اراده کنه زندگی میکنند و زندگیشون رو اداره میکنند، در حالی که همه به سوی خداوند باز میگردند. خداوند عزوجل میخواد بگی که هیچ چیز در دنیای پهناور پست و حقیر نیست. درسته هر کدوم یک ارزش خاص خودش را دارند، ولی هر کدوم در زمان و مکان خودش و جای خودش مناسب و مفید و از پی حکمت و سری آفریده شده. آیات را شنیدیم، به تفکیک این کلمات این آیات میپردازیم. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. پس محورهای درسمون شامل معانی کلمات، ترجمه آیات، شرح تفسیر دو آیه و درس و عبرت هایی که ممکن از آن بگیریم. کلماتی که ما در آیه 26 داریم: لا یستحی، ان الله، یعنی یقینا الله سبحانه و تعالی لا یستحی، حیا نمی کند، اباهی نداره، شرم از کسی نداره، رو در واسی هم نداره. بر چی؟ ان یضرب مثلا ما بعودتا، ان یضرب یعنی که مثالی بزند، مثالی بیاورد. خب این مثال بیاره. گفته شده که حیا در اصل همون شرم هست یا خجالته، اما در فرهنگ قرآنی برای خداوند عزوجل یا در فرهنگ دینی به طور کلی از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حیا همچنان که در انسانها یکی از صفات بسیار پسندیده است، در ذات الله سبحانه و تعالی نیست، یکی از صفات فعلی اون ذات باری تعالی است، ولی کیفیت و چون و چرای اون را نمیدونیم و هرگز به ذهنمون تخیل نکنه که حتما مراد از حیا همون شرم و خجالتی است که ما انسان‌ها داریم. خیر، چرا که خداوند عزوجل برای خودشون صفاتی را به کار برده و این صفات در ظاهر اسم مشابه انسان‌ها و موجودات دیگه هستند. خداوند علیم است، انسان هم میتونه علیم باشه. خداوند حلیم هست، انسان هم میتونه حلیم باشه. خداوند عزوجل کریم، انسان هم میتونه کریم باشه. خداوند عزوجل حکیم، انسان هم میتونه حکیم باشه. و این صفات در قرآن و سنت برای خداوند عزوجل و برای انسان ها استفاده شده، ولی آنچه یک انسان عاقل مؤمن میگوید اینه که معذرت میخوام، آن صفاتی که در ذات خداوند به کار میبریم شایسته و لیاقت برتری ذات اقدسش داره و ما در کیفیت و جزئیات اون هرگز اشاره نمی کنیم. اما درباره ذات انسان ها و کیفیتش در مورد انسان ها ما میدونیم که انسان ها چطور هستن، به همون نسبت بهشون این صفت میدیم. پس خداوند عزوجل حیا دارد، ولی حیایی که لایق و شایسته ذات باری تعالی باشد و این رو نمیشه به معنای دیگر تفسیر کرد، به دلیل اینکه در حدیث هم داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله حیی کریم، الله سبحانه و تعالی بسیار با حیا و بسیار بخشنده یا کریم هستند. و برای چی؟ اذا رفع الرجل یدیه ان یردهما صفرا خائبتین، ان یردهما صفرا خائبتین. خداوند بسیار با حیا و بسیار که بخشنده است از اینکه اگر کسی دستشو بلند کرد به سوی اون و چیز خواست و چیز طلب کرد، اینکه دستشو خالی و بی مثل نتیجه بر بگردونه. پس خداوند عزوجل حیا دارد، ولی در اینجا منظور اینه که ان الله لا یستحی، و در اینجا مراد اینه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا، یعنی رو درواسی نداره، اباهی نداره، ترس و واهمه نداره،
از این که یک مثال خیلی حقیر در ظاهر امر بزنه، هرچند که حکمت‌های پشت سر اون هست. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. خدا فرمود ان یضرب مثلا، این که مثالی بیاورد یا مثالی بزند. مثلا ما یعنی مثالی را، یک مثال، حالا هر چی مثالی باشه، ما ابهامیه است که دلالت بر فراگیری اون امر هست. مثلا اصل کلمه مثلا نکره است. یعنی چرا نکره است؟ یعنی ممکنه بر هر مثالی اطلاق بشه، هر مثالی باشه، ولی وقتی ما پشت سرش آمد معنای اینه که این مثال میخواد از هر عالمی با هر کیفیتی باشه. مهم اینه که درش حکمت و درس و عبرت باشه. این مهمه. یا گفته شده که ما در اینجا برای تقلیل هست، یعنی به معنای این که یک مثال بسیار، ولی اون که اندک و ناچیز باشه، از عالمی که و از دنیایی که ممکنه در نظر خیلیا نیاد. حالا مثال چیه که اینقدر کوچک تلقی میشه؟ بعوضة فما فوقها، پشه یا حتی کوچکتر از آن یا بالاتر از آن، هر دو میشه تفسیرش کرد. چون فما فوقها بعوضه یعنی مگس یا پشه، و فما فوقها به معنای فما دونها گرفته شده، یعنی فما فوقها فی الحقاره، اینطور تفسیر شده، یعنی کمترین از بالاتر از اون در کمترین ها، یا اینکه به معنای تحت لفظی خودش بگیریم به معنای بالاتر از اون، یعنی حتی این مثال کوچک و خرد یا مثال هایی که از اون بزرگتر باشه، یا برعکسش همونطور که لغوی ها بیشتر به این رأی رفتن، یعنی مثال به اندازه یک مگس یا چی، یا پایین تر از اون، یا پستر و حقیقتر از اون، یا کوچکتر از اون. و هر دو معنا جایز و رواست در لغت و هر دو هم صادق در اینجا و هر دو هم کارآمد است. وقتی خداوند عزوجل می‌فرماید ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خداوند ابایی نداره که مثالی را از عالمی بزنه، پشه‌ای بزند که این پشه یا مثالی بزند از پشه یا کمتر از آن یا بالاتر از آن. هر دو معنا هم میتونه صادق باشه. خب بس بعد از این جمله اومد این که فما فوقها فاما الذین آمنوا، دیدگاه ها ببینید، دیدگاه های مؤمنین و دیدگاه های کفار. دیدگاه کسانی که با کلام خداوند از در صداقت و پذیرش و قبول میان جلو، و دیدگاه انسان هایی که در قرآن و کلام وحی با شک و تردید برخورد میکنند. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، اونهایی که ایمان آوردند، یعنی ایمان صادقانه نه ایمان منافقانه، ایمانی که صادقانه هست، فیعلمون انه الحق، پس میدانند یعنی به یقین میرسند، پی میبرند این که آن مثال از جانب الله است. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. و اما الذین کفروا، پس اما کسانی که کفر ورزیدن چی؟ فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اونایی کفر ورزیدن دیگه علمی به حقیقت مسئله ندارند، چون از همون اول با در استهزاء و تردید برخورد میکنن و لذا میان چیکار میکنن؟ فوراً عکس عملشون میدن، جبهه میگیرند و ادعا میکنند و اظهار نظر میکنند. میگویند چی؟ فیقولون، این قولشون و این سخنشون از در اعتراض هست، از در انتقاد هست. یقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند چی خواسته با این مثال؟ میخواسته چی بگه؟ میخواسته چی بفهمونه؟ این شأن منافقینه، شأن کسانی که با قرآن از در تردد و شبهه وارد میشن، کسانی که در آیات ما قبل 13 آیه از آیه 8 تا آیه 20 در مورد آنها سخن گفته شد و از بدترین
بیماری های این منافقین شک و تردید در قرآن کریم بود. به همین خاطر باز هم برگشت خداوند عزوجل در آیه 22 فإن کنتم فی ریب مما نزلنا مطرح کرد که اگر در این قرآن شک و تردید دارید یه آیه یه سوره همانند اون بیارید که در توانشون نیست و نخواهد بود. خب خداوند عزوجل پاسخ را این گونه داد یضل من یشاء و یهدی من یشاء. اون یکی دیگه به دست خداست. خداوند هر مثالی که میخواد میزنه تا اینکه انسانها را بیدار بکنه. حالا اون انسانهایی که اهل صداقت و اهل ایمان صادقانه هستند چیکار میکنن؟ هدایت میشن بین و عبرت میگیرن و میدونن که هر چیزی هر خلقی در آفرینشی حکمت هست، سره. و اونهایی که با شک و تردید با قرآن برخورد میکنن اونها کسانی هستند که در قلبشون بیماری است، مرض شک و شبهه است، پس بنابراین گمراهترشون میکنه. یضل به من یشاء و یهدی به من یشاء. خداوند هر که را خواست با این مثال ها با این آیات گمراه میکنه و هر که خواست را هدایت میکنه. اینجا یک مطلب جالبی فهمیده میشه، این که هدایت واقعی به دست الله است و اونی که هدایت میده و اونی که گمراه میکنه خداست. پس باید از خداوند همیشه طلب کرد خدایا قلب‌هایمان را به سوی خودت هدایت ده و ما را از گمراهی نجاتمون بده. و ما یضل به الا الفاسقین. در ادامه آیه در آخر آیه این گونه مطرح کرد که و ما یضل به الا الفاسقین. خداوند ظالم نیست والعیاذ بالله. بدترین چیزی که خداوند از اون اعلام براءت کرده و بدترین صفتی که خداوند اون را از خودش دور کرده ظلمه. در هیچ جای قرآن ظلم به خداوند نسبت داده نشده، بلکه برعکس سعی کرده به شیوه های مختلف ان الله لا یظلم و ما ربک بظلام للعبید. آیات بسیار زیاد در قرآن کریم داریم برای نفی ظلم و دلالت بر چی؟ کمال عدل خداوند عزوجل. پس خداوندی که ظالم نیست در حق بندگانش چرا عده‌ای را با این گونه آیات گمراه میکنه؟ این یک سواله. خود جواب در آیه نهفته است و ما یضل به الا الفاسقین. خداوند با این آیات کسی را گمراه نمیکنه، یا به تعبیر خود آیه اگر بگیم و ما یضل به، خداوند با این آیات کسی را گمراه نمیکنه مگر فسق پیشگان، مگر فاسقان. و فسق در اصل کلمه یعنی چه؟ یعنی خروج از عدل، خروج از حقیقت، خروج از راه درست. ممکنه فسق بر کفر اطلاق بشه، بر ظلم اطلاق بشه، بر شرک اطلاق میشه، بر گناه و معصیت هم اطلاق میشه. هر نهادی بشری که فطرت سلیم خودش را از دست بده، منحرف بشه به راههای کج، میخواد گناه عادی باشه، میخواد شرک باشه، میخواد کفر باشه، میخواد نفاق باشه، همه اینها فسقه. چرا؟ چون کج کردن از راه حق بهش میگن فسق. پس بنابراین خداوند عزوجل به سبب فسق فاسقان اونها رو چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. نه به خاطر اینکه اونها طبیعتی دیگه دارن، بلکه به خاطر خودشون زمینه فسق را در خودشون فراهم کردن. یه مثال میزنم تا اینکه واضح تر بشه. اگر ویروسی در جامعه منتشر باشه به عنوان یک بیماری واگیر، کی بیمار میشه و کی بیمار نمیشه؟ بر انسان عاقلی بگید و پاسخ میگیرید که اونی که پیشگیری میکنه و خودش رو نگه میداره مسلما در امان میمونه، و اونی که بی‌پروا بدون پیشگیری بدون توجه به این ویروس با هر کس میشینه، از هر لقمه میخوره، با هر کس هم نشین میشه، پس بنابراین باید منتظر این نوع بیماری هم باشه. این مثال از این بخاطر این میزنم که انسانها در طبیعت در اصل نهاد یکی هستند، اما اونهایی که خودشون را سعی کردن نگه دارن از کجروی ها و در خط خداشناسی و دینداری نگه دارن، خداوند اونها را توفیق هدایت و ادامه راهشون بهشون میده. اما اونهایی که سعی کردن به هر چیزی که دلشون خواست و شیطان بهشون اغوا کرد و اونها را در نظرشون زیبا جلوه داد،
پیروش باشند مسلما در فتنه و در تمام بیماری ها و کجروی ها برای خودشون باز کردن. باید منتظر عواقب بد اون هم باشن. ترجمه آیه 26 با توجه به این معانی و مفاهیمی که گفتیم این میشه که الله سبحانه و تعالی از این که مثال بزند پشه یا کمتر از آن شرم و ابایی نداره. پس کسانی که ایمان آورده اند میدانند که این مثال حق است و از جانب پروردگارشونه. فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیده اند پس میگویند چی؟ الله از این مثال چه خواسته است؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا، از روی انتقاد میگن الله با این مثال بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت میدهد. بسیار گمراه میکنه و بسیار را هدایت میده. یضل به من یشاء و یهدی به من یشاء. ولی الله با این مثال جز فاسقین رو گمراه نمیکنه. و ما یضل به الا الفاسقین. حالا این فاسقین کیا میتونن باشن و چه صفاتی دارن؟ آیه بعد، آیه 27 فاسقین را معرفی کرده. فرمود الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. سه صفات برای فاسقین که در آیه قبل مطرح شده بود با آیه بعد توضیح داد. این سه صفت چیه؟ اولین صفتشون اینه که نقض عهد میکنن به خداوند. ینقضون، بس الذین یعنی کسانی که و برای وصف اومده برای فاسقینی که در آیه قبل هست. این کسان فاسقین کیا هستن؟ ینقضون، میشکنند، عهد شکنی میکنند، پیمان شکنی میکنند. در چی؟ در عهد خداوند، عهد و پیمانی که با خداوند بستند. این عهد کجا و کی بسته شده؟ اقوال متفاوتی از مفسرین هست. مختصرش یک عهدی است که از روز ازل خداوند با انسان اول، آدم اول و نسل اون گرفته. اونجایی که در سوره اعراف میاد میفرماید الستو بربکم قالوا بلا، یعنی خداوند از نسل آدم عهد گرفت که من پروردگارتم نیستم؟ فرمودند بله. این عهدی است که روز اول، روز ازل، از اولین روز خلقت انسان یا آدم اول از نسل انسان گرفته شده و به همین خاطر تمام انسان ها بدون استثناء خدا دوست و خداشناس هستند. اما این پدر و مادر و جامعه و محیط هست که اونها را عوض میکنه، همچون که در روایت مشهور از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده است. یا به معنای دوم، عهد دوم اینه که پیامبرانی که در طول تاریخ آمدن عهد خداوند را تجدید کردند و از مردم خواستند که بیایید عبادت کنید و مردم هم عهد دادند. ولی بعد از پیامبران که از بین رفتند و وفات کردند و از این دنیا دستشون بسته شده، مردم دوباره برگشتن به شرک و کفر و خرافاتشون. یا اینکه اون نهاد پاک انسانی، فطرتی که در وجود انسان است، عقل سلیمی که هست و اونها وقتی که به اصطلاح مورد خطاب قرار گرفته میشه، میبینیم که خداوند عزوجل به انسان عقلی داده که اگر واقعا درست در جهان طبیعت فکر بکنه میدونه به خدا راهنمایی بشه و خدا را خوب بشناسه. پس بنابراین عهد الله سبحانه و تعالی همون پیمانی است که با خداوند بسته، یا فطرتن و یا با وجود و ارسال پیامبران در طول تاریخ. میثاق یعنی بستن این عهد. کسانی که شکسته اند عهد خداوند یا میشکنند عهد پیمان خداوند را، بعد از اینکه توثیق کرده یعنی عهد را بستند و تأکید کردن و تعهد دادن در مقابل عهد بهش میگن میثاق. پس عهد مرحله مقدمات یک میثاق هست. وقتی که اتفاق شد بر اینکه این کار صورت بگیره بین دو طرف و این به تعهد گذاشته شد، به اجرا گذاشته شد، میشه میثاق. این یک صفته. پس فاسقین کسانی هستند که عهد خداوند را میشکنند. خداوند اونا را خلق کرده و به اونها گفته که بنده من هستید، مرا عبادت کنید. گفتن باشه، ولی حالا زیر قول زدن، حالا دست از عبادت و بندگی خدا برداشتن، هر چیز خواستند را عبادت میکنن. هوای نفس عبادت میشه،
انسان‌های مثل خودشون عبادت میکنن، بلکه حتی پست‌تر از اون هم هر چی خواستن عبادت میکنن، چون عبادت یعنی پیروی، عبادت یعنی فرمانبرداری، عبادت یعنی دنبال روی. دوم صفتشون اینه که یقطعون ما امر الله به. یقطعون ما امر الله به یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که خداوند دستور داده به آن را چیکار میکنن؟ قطع میکنن یا پشت سر میذارن یا به جایی نمی آورن. پس یقطعون یعنی قطع میکنن، رها میکنن، ترک میکنن، به جایی نمیارن. همه اینها معنا میده. ما امر الله به در ظاهر لفظ اینه که آنچه که خدا به اون دستور داده، الله به اون دستور داده. مفسرین اقوال متعددی دارن. گفته شده که اونجا که موضع اتفاق اکثر مفسرین است، تمام احکام دین و شریعت که به واسطه پیامبران در طول تاریخ نازل شده. پس بنابراین ایمان به الله و پیامبرش و کتابش قرآن کریم و عمل به واجبات دینی، همه اینها چیه؟ همه اینها شامل ما امر الله میشه. یعنی همه اون چیزهایی که خداوند بهش دستور داده. دستور داده که بهش ایمان داشته باشیم، دستور داده که پیامبرش رو قبول داشته باشیم، دستور داده که قرآنش رو بپذیریم، دستور داده که اون چیزی که در قرآن اومده به عنوان واجبات دینی بهش عمل بکنیم. پس بنابراین همه اینها میشه ما امر الله. و کفار یا فاسقین صفتشون چیه؟ اینه که آنچه خداوند بهشون دستور داده را به جای نمیارن، قطعش میکنن، این رابطه را میذارن کنار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض، یعنی در زمین فساد میکنن. و این فساد به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی حق خدای را به جای نیاوردن، دست به هر کاری میزنن و هر کار انجام دادن فساد به بار میاره. دلش میخواد داشته باشه، دست به هر کاری میزنه که از هر راهی مال کسب بکنه. دوست داره دیگران را به عنوان منافس یا رقیب از راه بیرون بکنه، دست به جریمه میزنه، اونا رو میکشه، اونا رو شکست میده، اونا رو فریب میده، سر اونا کلاه میذاره، به هر شیوهی که هست فساد میکنه. بنابراین میبینیم که انسان اگر که سر عقل خودش نباشه و انسانها رو دوست نداشته باشه، ممکنه که خیلی فسادها در روی زمین به بار بیاره. پس این سومین صفت انسان در روی صفت انسانهای فاسق است در روی زمین که خداوند معرفیشون کرد که اونها با شنیدن آیات قرآنی گمراه میشن، فاسقن. اونها فسقشون در چیه؟ یک، یقطعون ما امر الله به، قطع میکنن، عهد خداوند رو میشکنن، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به، اوامر الهی را پشت سر میذارن. و سوم، یفسدون فی الارض، و سعی میکنن که در زمین همیشه با فساد حرکت بکنن. این صفتشون که خداوند فرمود اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارانند، زیانکاران واقعی همینها هستند. پس ترجمه این آیات چی میشه؟ این آیه 27 آن کسانی که پیمان را قبلا که با الله بسته بودند میشکنند. ترجمه آیه 27 آن کسانی که پیمانی را که قبلا با الله بسته اند میشکنند و آنچه را که الله بهشون دستور داده انجام نمیدند و به جای نمیآورند و در روی زمین فساد میکنند، همینان زیانکارانند. گفته شده که این ضرب المثل پس از اینکه خداوند عزوجل دو مثال دیگه آورده بود در سوره حج درباره مگس، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یا همچنین در سوره عنکبوت که خداوند عزوجل فرمود مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. دو مثال آورد از انسان‌های متذبذب، انسان‌هایی که بت می‌پرستند، شرک و خرافات مرتکب میشن، اینکه اینها مثالشون همانند عنکبوت یا مثال پشه و مگس هست و هیچ توانو ندارن. میخواد اینو بگی که خداوند عزوجل ابایی نداره از این مثال‌ها آوردن و ما درباره شرح و تفسیر اینها انشاءالله به حول قوه الهی در وقت خودش، در وقت آیات ان شاءالله بهش میرسیم توضیح و تفسیر خواهیم داد. درس ها و نکات آموزنده از این دعای سه درس خیلی مختصر و مفید هست. یکی اینکه نباید در ادای یک پیام و یک حق شرم و ابایی داشته باشه انسان. دوم اینکه
خوب انسان که ضرب المثل های مفیدی در جای خودش به کار ببره. و سوم اینکه سخن حق تعالی همیشه باعث ازدیاد ایمان مؤمنان و باعث گمراهی و ضلالت بیشتر کافران میشه و همچنین که باید انسان مؤمن از فسق و فجور برحذر باشه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. با این دو آیه به این نتیجه میرسیم که خداوند عزوجل آیات قرآن را نازل کرده تا اینکه اونهایی که صلاحیت و شایستگی ایمان واقعی دارند روز به روز به ایمانشون اضافه بشه و با تلاوت قرآن نور قرآن را بگیرند و نور معرفت و شناخت خداوند در قلبشون بیشتر جا بدن و به سوی خداوند حرکت کنند و با خداوند بیشتر انس و الفت بگیرند و از لطف و رحمت بیکران الهی بهره مند بشن. اما اونهایی که والعیاذ بالله راه شک و کفر و تردید در پیش دارند روز به روز با شنیدن قرآن برشون این انزجار به وجود میاد که از قرآن متنفرتر بشن، از قرآن دورتر و راه کفر و ضلالتشون را بیشتر با جرم و جنایت انجام بدن. خداوند را میخوانیم که در پایان این درس ما را موفق بکنه همیشه با قرآن انس و الفت داشته باشیم و از اهل قرآن و اهل این کتاب میمون مبارک باشیم تا مورد لطف و عنایت بیکران الهی قرار بگیریم. صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.